خدا حفظ کنه. یا پکندی نسبت کردی. من سخن توقیر برون. آدم گوش میکنه یا چیزا. گفت که صاحب این قبر در عذابند. برای همه عذابشون میکنن، برای همه دکار. و میگه قسمت اساسیش در رسیده. این ابتدای حدیث بود. من حدیث پیغمبر تبرکاً گفته استم. ببین عربیش هم آورده است. برای سخن پیغمبر گفتن خودش تبرک است. میگه فدعوا بجریدتی فشقها نصفین. حضرت دعوت کرد گفت یک خیمچکم بیاره، یک خیمچکی تری سبز. ایبین گرفت شکستش. فغرز فی کل قبر واحده. در هر قبر میگه یک خیمچک شم تگریف قلب. سوالش کردن که یا رسول الله لما فعلت ذلك؟ چرا این کار کردی؟ گفت لعله یخفف عنهما ما لم ییبسا. امید است که مادام ولی همیو خشک نشیدیان به سبب ذکری همیو خداوند عذاب همی دو مرده را سبکتر میکنه. ولی بعضی ها دعوا کردیان از قتاده را یک روایت میارن که این خاصی پیغمبر بوده به همون دو قبر تعلق داشت. در صورتی که صحابی پیغمبر همون صحابیه که میگه پیغمبر صحابه را تعلیم میداد که پیش قبرستان رفتن که دعا کنه. همون برایده رضی الله تعالی عنه وصیت کرده است که فرزنداش که وقتی مردم در بالای قبر منم تری شوخی تر بزنید. زیرا من چیز از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم. شما بگو سخن مقصد که همین اصلی همین حدیث معنوش چنی برایده میفهمی. یعنی که این عامه به همه داخل داره. اگر عام که نمیشید برایده فرزنداش وصیت نمیکرد که در قبر من بیاری هم تری خدا بزنی. ولی همین خدای میزنن در قبرستان اصلش همین ایوخی. ولی ترکی هسته میموننش بعضش دیده تو چند مدتی را یک نودچه را میکنه به استوسته قاق میشود. اگر در بخار باشه خیلی کلون میشود بعضش. همین مقصد از گذاشتن همیه. این همین حدیث دلالتاً افاده می وقتی که با ذکر یک چوبی تر با ذکر یک نودهک خدای تعالی عذابی صاحب قبر سبک کنه. قرآنی که همیشه بهار است وقتی قرآن تلاوت کرده و بخشیده میشه و به شرط بریو باشه به یگان شک شبهه انشالله برای همون مرداره یا رحمت و راحت است. این حدیثی صریح است، حدیثی صحیح است، صریح نیست، اما دلالت به همین میکنه. این چند صحبت بود در اطراف اون که همین زیارت در قبر مستحب است، جای شک نیست. الحمدلله در 4 مذهب اهل سنت و جماعت همین مستحب است. ولی بعد دعوا میکنن و میگن امام اعظم ابو حنیفه خودش مکروه گفت است کو. خودش گفت است کو مکروه. اصلا قول امام اعظم از ابو حنیفه از مذهب امام اعظم ابو حنیفه یک کمی فرق داره. مذهب یعنی که همین ادله و احکام اصول پیشنهاد شده که موافق همین اصول کار بره. یعنی فرمولایی که حضرت تیار کرده است که مقصد احکام چه استفاده بره، دلیل چه بیاره. هر کسی که از همین فرمولا استفاده میبره او پیروی مذهب حنفی است، پیروی مذهب امام اعظم ابو حنیفه است. اما حالت‌های شده است که قول امام اعظم ابو حنیفه با قول شاگردای خودش خلاف کردگی است. در همین مذهب حنفی فتوا با قول شاگرداش داده شدگی است. ولی در همین مختصر المیقویا بعضی جودا میاد و بهی یفتو ایشون قری بعضا شوخی میکنه یگو مسئله امتری دنیوی رام شود و میگه و بهی یفتو به همین فتوا داده میشود. چرا عبیدالله ابن مسعود میگه پمیورا همون جو عادتا سخنی هست که خلاف قول امام اعظم ابو حنیفه فتوا داده شدگی است. اینا حضرت میگه که در سجده اگر همین بنید برسه امام اعظم ابو حنیفه همون سجده درست میشود اگر چند پیشانی نرسه. در صورتی که فتوایی که در مذهب از قول امامین میگن که اگر پیشانی نرسه سجده درست نمیشود. این همین را گفته است و میگه و بهی یفتو شک نیاره. اگر چند همین خلاف قول امام اعظم اینه که فتوا با همین قول حضرت گفتن شفق وقتی نمازی شام بعد غایب شدن شفق ای کو وقتی نمازی خفتن همون شفق حضرت گفتن یا بیاض ای یا سفیدی ای بعد سرخی با سفیدی میشوه. با قول امام اعظم ابو حنیفه میگیره مگر خفتن خیلی دیر میدروید. اما امامین میگن که و هو الحمره همون شفق حمره ای. بعد میگه و بهی یفتو به همین قول فتوا داده میشود.
یعنی اینمی قول اگر چند قول امام اعظم نیسته نه که فتوا در مذهب امام اعظم به همین قول است. از جمله اینمی مسئله مکروه در سر قبر قرائت کردن همین جرم فتوا به قول امامین است. همچنین مجتهدای مذهب کلگیش اینا تعویل میکنن همین سخنی که گفته است که در سر قبر قرائت قرآن مکروه است. میگن که قرائت قرآن فقط در داخل نماز فرض است، در غیر نماز فرض نیست. برای همین غرض از نماز گفتن حضرت قرآن گفتن حضرت قرائت داخل نماز است، یعنی در قبرستان خواندن نماز مکروه است. شکش هم نیست که در قبرستان خواندن نماز مکروه است. بعضیای دیگر گفتن که اینجا غرض از قرآن مصحف است، یعنی قرآن در دست بگیری و قبرستان برای در قبرستان بشینی و قرآن بخونی، یعنی کراهیت داره. اینا که تعویل میکنن قولش، اما این دلیل شده نمیتونه، بهونه شده نمیتونه که حضرت امامی را معن کرده است فلان و بسم الله. یا پای بیهوده است. همین خدا را شکر که یک مذهب پاکیزه و تازه و بسیار مهذب و زیبا و کامل داریم. انشالله اگر همین چنگ به مذهب بزنیم هرگز گمراه نمیشویم. خداوند با شنیده ها عمل کردن برای ما نصیب روزی نیت میکنم من نیت فرض است. همین بعد شنبه و پنجشنبه بیام چی میشه؟ نیت قضای رمضان قطعی میگیم. نیت قضای رمضان. دیتا نفل نیت میکنیم کن روزای دوشنبه. لیکن ایشب نیت قضای رمضان کن. میشه و انشالله حساب کنم. سوال کنم میگن نه دوشنبه پنجشنبه نمیشه. نه چی من نه یکش فقط کفارت است. اینا مثلا یک آدم سالم تندرست روزه را خورد، یک روز خورد، کفارت واجب میشه در کلش. مرده 2 ماه پای در پای باید بگیره. یه روزش نه هم یه ماه هم بخری هموایی، یه روز هم بخری هموایی، این کفارت است. و برای جنایت کردگیش جزای جنایت. الان اگر در همین مدت اینا 50 روز روزه گرفت، یک روز مردک باشه کسل شوه بخره باش شد ایسر نو سر میشه. خیلی زنک عذر داره. زنک اگر حیض ببینه با هم حیضش که خوکشی با دوام میتن پردوزه نیسله دوید. لیکن مردک یگان خیلی دیگه رجوع نداره. برای همین بسیار احتیاط کردن در اگر تمام مال دنیا را هم بتی کفارت نمیشه. بله او خیر شی. اگر عادتا او پول کی میته فدیه روزه را شخصای میته که دیگه قوت امکان روزه گرفتن نداره، اما کسلیشو تا مرگ منجر است. دیگه یگان وقت ساعت نمیشه. یا مسافدایی که شیخ فونیشو میگن که دیگه الکی تمام کردگن و بیچاره انا ودا میشه. ای آدمایی که امکانی ساعت شدن دوران ساعت میشون اینو دا فدیه نیست، اینو دا قضا است. سوالی که تفسیر همین ملابرو میتونه صاحب چند کدوم هر کی جواب میشه. همین آدمی که مثلا خیر سخاوت میکنه و همه کارش هسته که نماز نمیخونه. همین آدم یه میره و نمیره. هر سخاوت میکنه که نماز نمیخونه. درش نمیگذره. چند سامر بوده چند آدم سوال نماز فرض خدا است. بزرگترین عبادت است. نبی مثلا که درباره نماز تا سحر که بگیم گفت تمام نمیشه. روز محشر که جانگداز بود اولی پرسش از نماز بود. فرد روز قیامت اول چیزی که میپرسند نماز است. حتی اگر میشود نه که اگر قبول نشید اینجا سرکله پلیس رو در بالای دوزخ است. اگر مسئله که شخصی که نماز قصداً ترک میکنه مرتکب گناه کبیره شک نیست. این گناه کبیره است. این که مجازات میشود شک نیست. اما یک چی مسلم است. هر کسی که ایمان داره اگر ذره هم ایمان باشه، ایمان به خدا داره، ایمان به پیغمبرو داره، ایمان به کتاب‌های آسمانی داره، ایمان به روز آخرت داره، این مقصد انا بله همین ایمانیات در باور داشته باشه این مؤمن است. شاید مؤمن فاسق باشه نه که مؤمن است. مؤمن حتما روز میشوه که ای دوزخ برآورده و داخل جنت کرده میشه. نه که او چند قدم میکنه در اون دوزخ خدا خودش داناتر است. لابسین فیها احقابا در اونجا میگه حق پشت حق قرار میگیرن، هر حقش ای 50 تا 80 سال است. اما یک روز نه یک روز حتما روز میشوه که آخرون
مؤمنه ای دوزخ میبرورن داخل جنت میکنن هم گپ گفتم. در خبر اومده است میگه صوفیانی فوق رو اول با دوزخ میبرن شستشویش میکنند بعد به جنت. انا همین اونگاه با دوزخ میبرن مثلا در بالای پل صراط میگذرن پیغمبرا ای بالای پل صراط میگذرن صوفیا ای بالای پل صراط انا ما اول یک آیه قرآن هم هست ها میگه کان علی ربک حتما مقضیا انا هر کدوم شما وارد میشوه میگه در دوزخ وارد میشوه وارد شدن ای داخل شدن فرق داره یعنی که میگذره ای بالاش میگذره همین پل صراط این همین دوزخ باشه ای بالا ای پرتفتگی ای اوس جنت ای هم بالا خطی میگذره جنت میره حتما الا واردها حتما میگه میگذرن ای همین بعضی آدمی هستن که مثل برق جهنم میگذرن آدمی هستن که در همین چشم به هم زدن میگذره آدمی هستن که در اسب تازی در شتاب کرده میروه آدمی هست که در خرکی لنگیده میروه در بالای اونم قربانی های کشتگی سوار استهاگ میره هست آدمی که یک قدم میزنه و میسته اما ایشون قوری را من گفتم که همین پیری عجب نعمت دولت های مراد همی های هر کسی که یک مو را در اسلام سفید کنه فردا روز قیامت این نور پروژکت این همه مو پروژکتر میشوه پیش روشن میکنه هستن مسلمانایی که ممکن 1 کیلومتر پیش روشن کنه او بالای پل صراط ظلمت های پیش پوتا نمیبینی هست آدمی که چند یک فنریک های نوروش هستن مؤمنایی که میگه همون فنریک در همین نوکه که چلیک شهران که همون کتایست که وری ملمت میکنه بعضا گریون میشه با میمورد است همه که گریون شد یک قدمک میزنه که مرد با میگه دم جاش قرار میکنه آتش جهنم حتی پهلوهاشون هم میسوزونن میگه داد و فیقان کده میگذرن دوله محترم شیخ کیرا میگه صوفی شیخ کیرا میگه صوفی بعد تقسیم میراد یعنی ها کوتاه آدم ماشاءالله کی هو شیخان کی هو صوفی بعد همی تقسیم شما اصلا شیخ با معنای رئیس رهبر میشه اینا فرض کردیم سردارای قبیله عرب شیوخ بودن شیخ العرب یعنی که هم سرور های رهبر های بعدا اویسته همین نام شیخ در علما گذشت علمای دین دار شیخی اینا مثلا وقتی که در سیاست شیخین بگن غرض ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما وقتی که در فقه حنفی در فقه ما شیخین که بگن مقصد امام اعظم ابو حنیفه و امام ابو یوسف القاضی رحمت الله علیه اگر به شرطی که در علم حدیث شیخین بگن غرض بخاری و مسلم های که صحیح صحیحین هستند کو یعنی شیخ به معنای رهبر رئیس سردار طایفه و انتری میآید بعدا اویسته همین شیخ عادتا همین اهل علم اهل دین گفتن در عرب مثال مسافد باشه اگر میگن شیخ ابیض الشعر یعنی که ریش سفید شیخی ریش سفید مسافد پروستاتک شیخ نمیشوه میگه اگر شیخش بگن میگن شیخ ابیض الشعر خب این مسئله شیخ بود مسئله صوفی در اطراف کلمه صوفی که از کدام ریشه گرفته شده است بین علما یک کم اختلاف هست بعضیا گفتن که صوفی از کلمه صوف گرفته شده از بس که پشمینه میپوشیدن صوف پشم گوسفند نمیگن در عربی همون چیزی که میپوشیدن و جامه‌ای که میپوشیدن ای پشم گوسفند درست میشده است در تنه لیچ هم را میپوشیدن تنه لیچ در گرمی وقتی که پشم بپوشی تنه را میخرک و ناراحت میشه برای اون که زجر اذیتی بیشتر بکشن و خدا را زیادتر یاد کنن مخصوصا در این پشمینه میپوشیدن همین صوفی همین مقصد عابدا همین میگن کلمه صوفی از همون صوف گرفته شده صوفی عربی بعضیا گفتن که خاصتا عارفان نه میگن صوفی ای صاف گرفته شده یعنی شخصی که قلبش مصفا میکنه مقصد نیتش میگه که قلب باید صاف شوه مصفا شوه در اون دیگه یگان گرد نمونه انا ای ریشه صاف که گرفته شده ولی شیخ که خواجه حافظ میگه که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در سینه بماند که در شیشه بماند 40 شراب وقتی صاف میشود که 40 روز در شیشه بماند تحشین شود یعنی قلب وقتی پاک میشود که همون صوفی چیله بشینه حجره بشینه معنی گپش همین وقتی که قلب صاف شد همون آدم میگن صوفی این قول همین اصطلاحی خود همون عارفا همی است
خب این فیلسوفا بعضیش حتی میگن که مخصوصا مستشرقا میگن این صوفی هم ریشه انا چی گرفته صفیزم بود که در حتی همین سفسطه‌ش داخل در علم فلسفه یونانی قدیم این صوفیستایی‌ها هم میگن بله اما صوفیستا گرفته شده نه که این گپ غلطه این بافته خیالی مستشرقا است به هر وجه صورت اگر اما ریشه صوف بگیم بهتر و خوبتر است برای اینکه نه همه صوفی‌ها پشمی نپوش بدن و حضرت انا شیخ عطار میگه تگر جامه بگردانی روا نیست که کار او به دستار و قبا نیست با یک جامه را دیگه کردن لباس پشمی پوشیدن تو صوفی نمیشه تگر جامه بگردانی روا نیست که کار او به دستار و قبا نیست ولیکن گر توانی همچه مردان زی جامه در گذر دل را بگردان اگر مردکی انا ای دل پاکیزه که انا بعد صوفی میشه انا تقصیر اصلا از ریشه همین قصر گرفته شده قصر یا قصیر و تقصیرن به معنی کم بودی کمی ناقصی پیش میگفتن که من مقصرم یعنی من پیش پرتکی کرده استم میبخشی من کم بودی کرده استم وقتی به یک بزرگ مراجعه میکردن میگفتن من مقصرم یعنی من گناهکارم که پیش پرتکی کرده استم بنده که همین سوال ما جواب بگو هم دسته یا که تقصیر یعنی تقصیری من همین کمبودی من است که مقصد در محفل باید گپ نزنم گپ زدشتم اویسته او مقصیر تقصیری من اوش رفت یاسه و همین کلمه تقصیر خوریمون خیال میکنه این تقصیر جناب بشوه نباشه اصلا او تقصیر همه یعنی من این کمبودی من گفتنی گپ های ام شپارت افتیم تقصیر خوری را موندیم رنگ همین مخصوم وریوخی اصل همین مخصوم مخدوم های از ریشه خدمه یخدیمو مخدوم یعنی خدمت شونده کسی که لایق خدمت های که خدمتش کنن مردم در صورتی که مخصوم های ریشه خصم های به معنای دشمن داشته شده تماما معنیش بزیبای اویستو همین کلمه دول در زبان سه شید دیگر مخصوم ایتیم بگردیم همون کسایی را که بابای مخصوم میگه بابای مخدوم بگه این خیلی اگه خیلی چه بگم در زبان مردمی در زبان عوام زیاد های اوقات میگیم که اصل اوقات اقوات های اوقات جمعی وقت های وقت ها میشود ما میگیم اوقات بخور این اقوات های قوت ریشه قوت یعنی قوت طعام بخور همین چیزا در زبان وجود داره میگم کلمه همین تقصیر میگیم که اگر گفتنی شیده بهترش نگیم دیگه تقصیرم او بطور تقصیر نیست تقصیر من یعنی کمبودی از من نداره بعدی طلاق گرفتن فرزندا حق خونه دارن فرزند مرده نگه میکنی برای مردی مسلمان عیب زپدلو که سود بگیره الیمنتش ببنده برای نفقه فرزندا در کلش فرض در دنیا هم جواب میگه و فردا روز قیامت هم جواب میگه فرزند به جای خوب تامین کردن در کلش فرض تو وقتی به بلوغت رسیدن باید که جای خوبی فرزند خوب خونه شخصیش باشه خوب کوارتیر باشه باید تامین کنه اما زنش این حق نداره وقتی زن طلاق کرد اگر دیگه زندگی کردنی نباشن تو زمان گذشتن عیده را زنک میتونه که در همون خونه بسته نفقه‌ش هم در کلای شوهر شد جای خوبش هم همین عیدهش که گذشت او باید خونه را خالی کنه زنک حقی مسکون ایتری گپا نداره که قانون دنیوی است اما زنک که کودک داره مثل کودک میده داره حق حیزانت همیشه در زنک است یعنی که اگر همین رزبور شود در شریعت که کودک در کی میسته در پدر میسته یا مادر تو همون 5-6 سالگی تو به عقل شدهش حق مادر است یگان پدر حقی او را گرفتن نداره مادام کودک در دست مادر است کودک تا باید با جای خوب تامین کنی کو اگه تامینش کردی حیزانت در سر مادرش است مادرش مادام که شوهر نمیکنه نمیره قطعش نیست آخی این همین جده همین مغزی گپ در همین جده نه که زنی که کودک نداره اوی تری حقی دعوای خونه نداره 18 بلو شد چیه؟ 18 بلو اما وقتی که کودک به بلوغت رسید از زمین پدر دیگه ساقط میشه میتونه که زن حق دعوا در طول عقل در بیرش زنش اون همین مهر وقتی بلشویکا اومدن هم از زیر زبر و پایمال شد ولی همین از ظلم داره مخیم و در حق همین زنکا این همین کاری که ما میکنیم یک برنج میبریم روغن میبریم با پدری دختر میگیره همین ما مهر گفته میبره
او میگیره توی میکنه بو مردم نمیتا مهر حقی خاص الخاصی زنکای انا عروس هیچ که حقی تجاوز در اون مهر ندارن نه پدر و مادر خودش نه شوهرش نه کسی سه چهار کوپا و کوپاچه را مهر گفتم میگیره میبریم بو برای مهمونون زنک بیا کوپاچه پرتو او مولی همو زنکای دیوانی خوکنی حقی زنکای میتونه شو شرح نتاده بولی ابو دیوان مهر شای اخی همین مسئله دا مو ظلم میکنیم بخلو یک برادر انا زنگیر شید انا یک بگیم یک گراجدانین افغانستان در همینجا در پاسپورت افغانستان یک از کار میکرده است دختری همو را معقول کرده است مقصد گرفتنی شید این والله الان سالوی 2006 2007 بده خیلی شید بعد خسخوری بود مراحکا همو آدم انا همنومی ما بوده است همو برادر افغان احترام میکرده است چی احترام میکرده است نماز خونی بایی گفتم میشناسم یا خسخوری بریم رفتیم بسیار خوب قبول میکرد او عزت میکرد هیروی بوده است هیروت مردم هیروت بعد گفتیم من بخیر گفت بسیار خوب دختر دید است همین بچه را گفتیم ما یا دید یارم بیارم معقول کرده یا قبول های گفت بسیار خوب مهری دخترم یا یک خونه ها ها بچه گفتیم از بینی بعد گرفتیم گفت چی باز بینای در همه افغانستان جنگ زده که همه خراب شده است مهری دختر ایز زیادتره کرد درست پس یک گپ خور میشه میزنه دختر را پیش میکنه میمونه به صاحب باخی حکمت مهر همی های که وقتی سرش داد طلاقش داد زنگه بیچاره دیگه گردنک شکایده شوه که برای مسکونم کنه همون پول داشته باشه که یک کوارتیره که بگیره چند مدت امام زندگی کنه تا وقتی شوهری نو کردن شه انا میرم ما متاسفانه پایمال میکنیم زیری پا میکنیم همینجا هم بسیار نامردی هایده همه اوخی یک کارایی که نه با قاعده شریعت ما عمل میکنیم نه با قاعده قانون حکومت عمل میکنیم میخوایم هر دشه اوخوش کنیم که نمیشه ده تربوز ده یک دست شخل میکنیم نمیشه یک دو نکنیم که چیزی موجود هر کی باشه او حق حلالی همو هیچ که حق تجاوز نداره از رجل همون سوال آبی شما کرد او نمازتون خلاص کنه که من مسافرم اتیم الصلاتکم انا قوم سفر پیغمبر هم خیلی میگفت اصلا همو اعلام پیش نماز نیست بعد نماز ما برای کی نمیخیلی ما بود یک کس در وقت ابتدای نماز ایتنا اومد و بعدتر اومد بفهمه همین سلام دادی بگو اتیم الصلاتکم فانا قوم سفر یا که انا مسافر بگو همین قبول انشالله او میفهمن بله انا حالتای مشکل می یک کس موز خونده سی نمیدونی که فرض خونده سی که سنت چند حالا چیکو کردن فرض خونده سی باشه که مثال اومدی ها خفاش اقتدا کردی اما آدمی به عقل باشه مثال اگر نمازی فرض باشه تکبیرها رو بلند میگن تکبیرهای انتقالی را همین بلند که گفت معلومه که همین فرض این وقت را خونده سی نه که اگر نمازی نفل باشه همون تکبیرها رو بلند نمیگن بلند که نگو خودت اسم میکنه که بگی همین مقصد که نماز نفل سلامتی از سرس ولی فرض مقصد اقتدای تو با او درست نمیشه اقتدای مفترض با متنفل درست نیست شخص نفل میخونه از قبولش نماز فرض که کرده درست نیست انا مسئله زکات رو همین زکات سلویش دیدی که اون اصول شب فراموش کردگی یا که دودگی نیستی همین اصول هم کس خیر میکنی یا که اون سخاوت میکنی در همون اگر بنیت زکات کنی اما آدمی را که خیر میکنی حقیقتا مصرف زکات باشه میشه نیت زکات در زکات نیت فرضه نیت باید زکات باشه زکاتی پیشینه بعد همون آدمی که میتیش بدونه که همین کمبغل است اگر بوی باشه ما نمیشه یک آدمی باشه که دو پول مثلا 4000 دلار داره میگه من ندارم نمیشه نمیدونه که نداره اگر بدونه که نداره اگر ندونه که داره دودی انشالله از ایمایت ساقید میشه و خودش گناهگار میشه نه که اگر شبهه داشته باشی نه برای همین زکات پوشیده دادنش خوبه ثوابی بیشتر داره و این تخفوها و تعطوها فهو الخیر لكم اگر به شرطی که همون خیر صدقاتون الله میگه که پوشیده بتین مقصد که کمبغل صاحب مال کرده برای شما را ثوابش بیشتره بهتره علما میگن با استثنای زکات بهتر است که اعلان کرده بودی اشکار بودی چرا؟ یا آدم همیتی او خیال میکنه هدیه هم داده است اگر نگفتی نه که اگر تو گفتی زکات های
مثال اگر خدا ترس باشه مسلمان باشه و مصرف زکات نباشه میگه بعد از زکات نمیشوه مودا نمیشوه زکات نه که اگر مقصد که خدای نکرده فاسق و فاجر باشه و آشکار نکنه مودام که تو نمیدونی که این مقصد مصرف زکات نیست یا دادگی خلاص شدی تو نمیدونی که انا ثانیاً یک آدم میبینه بچه میگه این مردکو زکات میدادیم که این زکات فرض بوده است ما چی کمی داره بیمارم بتیم سبب تحریک دیگران میشوه همین خاطر زکات بهتر است که آشکار بود خدا حفظ ای که مسلمانی و بینای مسلمانی چند تای همه قوری از یاد میدونن به خاطر که میقپیدن به خدا قصدی میپرسیدن و اگر نمیدونستی گوشت میقپیدن 180 گراد استو میدادن همه چیزا اوست از بین رفت دیگه اینا بی همین بین‌نهایت مهم است بسیار لازم است این سوالای حیاتی است حقیقتا این تیمم بسیار مهم است تیمم خلیفه وضو است خلیفه غسل است در تیمم بچه‌ها 4 فرض است این پریموی او داره بگی همه داخل در تیمم 4 فرض است اول نیت کردن نیت در تیمم فرض است به نیت تیمم نمیشود طهارت در نیت سنت است نگی در تیمم نیت فرض است دوم قصدی چیزی پاک کردن از جنس زمین هر چیزی باشه از جنس زمین پاک باشه یعنی بولش نجاست آلود نباشه جنس زمین کشید خاک میشود ای همه بهتر خاک است سنگ میشود خم میشود اوحک میشود گچ میشود همه چیزا جنس زمین است اینا مثلا در تنه این دیوال تیمم کرده نمیشود ابوی داره این کاغذ است هر چیزی که در علو میسوزه هر چیزی که او میشود او نمیشه تیمم نه که اگر بالای همه گرد غبار داشته باشه چند مدت اگر به شرط خونه هم تا صحیح باشه و گرد غبار باشه که همین تا بزنی که چند شود تیمم بشه سوال تا بگو حضرت نبی وقتی حج رفتن اینه سمالیات بگه سیده سمالیات هم لطای رسمینی نمیشود او سمالیات هم قبول توزه نگه میدونن مجدونارود استاندارد باید جوابگو باشه با فکر او ای لباسا مونده توزه گرد غبار نداره اگه در سمالیات سعی کردن در کار که هر چیزی از جنس زمین باشه سنگ باشه میگم که خاک باشه اقلا چنگ باشه چنگ داشته باشه همون لتر هم اگر چنگ داشته باشه میشود نداشته باشه نمیشه بعد در سمالیات طهارت کردن میشود که سمالیات او دوره برای چی در سمالیات تیمم کنی همین کمو گشته خدا را شکر بسیار گشتگی بعضی پلیوتوی به 12 ساعت هم رفتگی های ای مسکوا تو چیکاگو 12 ساعت پریدگی نه که او دوره همه سمالیات امکانیت طهارت کردن دوره با حضور میتونی طهارت کنی اگر حتی همون جمعه کشمیده که بعد باشه دنیا را با کلشکه گرفته است استکان گرفته است میتونی او بگیری همین 4 عضو فرضی را که شستنش لازمه میشود اونجا کردن بودا چیز او گرم هم داره او سمالیات یگو مشکل نداره تیمم وقتی میشود که وقتی درست میشود که او نباشه یا او هستی تو سالم نیستی او تو ضرر میکنه یا امکانی گرفتن هم او نیست یا به حد دور او اینه تری شغلات داده میشود همیشه نه خوب گفتیم اولش نیت دویم قصد خاک پاک ولی نه بالنیسو دا بالنیسا دیگه او بیمارخانه‌ای که همین تا دیوالی اوحک دوره قریب کم خدا را شکر خیلی جامعه پیش رفته است الحمدلله خیلی آباد شده است دیگه همه ابوی زدگی یا که هم وانا چیز خوب کردگی کراسکا کردگی کراسکا نمیشه داره بیمارایی که در بالنیسا همون صاحب داره کوشو یگو سنگک بگیرن برن سنگ خش بوده آب شوان توزه کنن سنگ توزه و ازودن هم که باشه جنسی زمین که هست میشوه همون برکش دمونن هر وقت تیمم کردنی شوه تیمم میکنه در بلوی همون سنگ این دویمش بده دویم فرضش سیم یک ضربه زدن برای مسح رو این همین دو دستقاطی بسم الله الرحمن الرحیم این یک ضربه میزنی بود در همون سنگ میسولد سنگ پاکلو خیلی دو دست دو شواده چنین دو دست کجا میشه این هم یک تا پنجه میزنی با دو دست رو را میشکی امی دمیدن مو تو زیری منه این نرمی با این نرمی یعنی یک بار همیتا رو را پر را میشکی یک بار خب فرضی چهارمش یک ضربه دیگه میزنی برای دو دست همیتا میزنی اول با دستی چپ دستی راستا ای سری انگشت گرفتن سنت ای
اینا چیکاره که در تورات ایسای انگشت سر میکنی گو تیمم دم میخیلای اینا با 3 انگشت اینا اینا خینسر میگن ایشا بونسر میگن ایشا وسطا انگشت خوردی انگشت بعدیش انگشت میونه یک قسمتی گوشتی دستت قطی کافی دست قطی اینا میسری پنجه میگیری میبری با اورینجا اگه دست بالا میکنی ولی من نکردم دست حتما بالا میکنی رنگی در تورات میکنی گو که بردی اینا ایده تایدگاش موندگی قطی یک قسمتی بالای گوشت اینا جا میگیری با سری انگشت میاری بعد دیگه ضربه نمیزنی با این دستت این حکمی ایده با این دستت با ایشا میکنی این دستا میکنی بعد اینا بین انگشتات تماس میکشی خلاص اینا میشه تیمم همین 4 فرض ای بچو زینهار و زینهار فراموش نکنید ها تونه تمام اینا میخواد اصولا که ایرانی همین شریعت هم اصول گرفتگی افسوس صد افسوس که به قدر همین شریعت نمیرسه همین کار اصول کلاگه با حیله و نیرت میکنه نیتش خیلی حضرت نیتش اصلا نیت قصد قلبی است همین بدیل قصد کرده که من تیمم میکنم برای از جنابت پاک شدن یا برای نماز بر من درست شود همین کفایه میکنم نه که با اگر به دهنم گفتی خوب نیت کردم تیمم سازم از برای رفع جنابت یا که نیت کردم تیمم سازم تا نماز بر من روا گردد میشه ان شاء الله اگر هم دل خاطرم قصد کردی نیت قصد قلبی است به همون میشه اینا مثلا در المستدرک علی صحیحین امام حاکم در سنن ابو داود روایت اومده است حضرت میگه که انا اقرا یاسین علی موتاکم یاسین بر مرده ها تو میخونه بعضیا هم موتا را مرده را محتضر گرفتین یعنی شخصی که در حالت کندن جان است اما اینا یقینا اینا رد کردن نمیشه که بعدی مرده خوندنش ممکن نیست همون نابینا در نزد احمد ابن حنبل سوره یاسین بخون در بالای مرده خب همچنین حدیث است در جامع اسناد ترمذی بوره میگه هنگام سفر صحابه در راه شب وقتی که خوب میکردن جای خیمه میزدن یکی از صحابه از حضرت صلی الله علیه و سلم اومد گفت یا آواز شنیدم سوره ملک کسی خونده است همونجا قبر بده است بالای قبر در خیمه زده دیگر سوره ملک شنید و حضرت گفت انها مانعه انها شافعه این سوره مانعی از آب قبر است این سوره شفاعت کننده مؤمن است همین سوره ملک گفت و ما عادت کردیم تبارک میخوریم در سر قبر اصلا اسناد این حدیث ضعیف است میگه هم حدیث ضعیف هم در فضایل اعمال اگر به شرط ضعیفی واه نباشه ضعیفی موضوع نباشه متروک نباشه استفاده میشود خب همین بدرالدین عینی در شرح صحیح بخاری در عمدة القاری چندین حدیث رو آورده است آخر من دخل المقابر فقرأ یاسین خفف الله عنه یومئذ هر کسی داخل قبرستان میشه و سوره یاسین میخونه همون لحظه خدای تعالی در احوال اهل قبرستان یک سبکی را عطا میکند این امیر با چندین طرقا روایت کرده است وقتی روایت ضعیف با 3 طریق روایت شد با چند طریق روایت شد علاوه حکم حسن لغیره را میگیرد یا حدیثایی هستند که صراحتا ثابت میکنن که قرائت در سر قبر مستحب است همچنین هست روایاتی که دلالت به همین کار میکنند اگر چند صریح هم نباشند اما صحیح هستند دلالت میکنند از جمله در صحیحین اومده است در صحیح بخاری و مسلم در روایت حضرت عبدالله ابن عباس است اگر همین صحیح بخاری روایت کردم میگه عبدالله ابن عباس که مر نبی صلی الله علیه و سلم بقبرین فقال انهما لا يعذبان و ما يعذبان فی کبیر صاحب این قبر گفت در عذابن حضرت از پیش این قبر میگذشت گفت صاحب این قبر در عذابن اینا را برای کار عذاب میتن که در چشمشو اندک میتافت اما پیش پروردگار یک گناه عظیم است اما احدهما فکان یمشی بالنمیمه گناه یک نفرش همین بود است که بز بدهی خبرکش بدهی ولی بعضی خیال میکنن که این کاری اندک است نصف عذاب قبر ایام حساب یعنی خبرکشی و بزی میشود و اما الاخر فلا یستنزه عن البول دویمش از همین پیشاب احتیاط نمیکرده است وقتی پیشاب میکرده است خشوب پاک نمیکرده قسم دیگه عذاب قبر حساب اینم پاک نبودن از حساب پیشاب میشید است برای وقتی که استنجا میکنه احتیاط کنه خوب استنجای خاکی باشه ها اما خبرکش و دم فروش نمیشه
باز گفتم کوبانی مباشر خبر خشم بردگی بود مباشر اون نام شای اسم خاصای نه همون کی بود مقصد او یک راوی حدیثای یکی از راویای حدیث یکی از محدثای همون عصر زمان خبر خشم بردگی نزد خودمان نه اوغل مباشر صفات باشه اگر اینا مبشر و نذیر تمام صحابه تمام پیغمبرای خدا همش مبشر هستند بشارت میکنند اما مبشر نام آدم هم میشوه مهندس انجینیر رای میگه مهندس نام آدم هم میشوه هندسی دنبال سوره دیگه بتون به حد شما تحلیل کرده میفهمونه وقتی حالا تحلیل کردن رو دارن شوخه میره اون شوخه دامه برونده مقصد محیط کلام کلا گاب بزنید به حد تحلیل شما خدا حفظ کنه این مسئله یا پکندی نسبت کردی من سخن تغییر برون آدم گوش میکنه یا چیزا اما وقتی صاحب اید قبر در عذابند برای همه عذابشون میکنن برای همه دکار و میگه قسمت اساسیش در رسیده این ابتدای حدیث بود من حدیث پیغمبر تبرکاً گفته استم ببین عربیش هم آورده استم برای سخن پیغمبر گفتن خودش تبرک است میگه فدعا بجریدتی فشقها نصفین حضرت دعوت کرد گفت یک خیمچکم بیاره یک خیمچک تری سبز ایبین گرفت شکستش فقر از فی کل قبر واحده در هر قبر میگه یک خیمچک شان تگریف خلاص سوالش کردن که یا رسول الله لما فعلت ذلك چرا این کار کردی گفت لعله یخفف عنهما ما لم ییبسا امید است که مادام ولی همیو خشک نشیدین به سبب ذکری همیو خداوند عذاب همه ده مرده را سبکتر میکنه اینا ببین ولی بعضیا دعوا کردن از قتاده را یک روایت میارن که این خاصی پیغمبر بوده به همون ده قبر تعلق داشت در صورتی که صحابی پیغمبر همون صحابیه که میگه پیغمبر صحابه را تعلیم میداد که پیش قبرستان رفتن که دعا کنه همون برایده رضی الله تعالی عنه وصیت کرده است که فرزنداش که وقت مردم در بالای قبر منم تری شوخی تر بزنی زیرا من این چیز از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم شما بگو سخن مقصد که همین اصلی همین حدیث معنوش چنی برایده میفهمی یعنی که عامه به همه داخل داره اگر عام که نمیشید برایده فرزنداش وصیت نمیکرد که در قبر من بیاری هم تری خدا بزنی ولی همین خدای میزنن در قبرستان اصلش همین یوخی ولی ترکی هسته میموننش بعضیش دیده تو چند مدتی را یک نودچه را میکنه با استوسته قاق میشود اگر در بخار باشه خیلی کلون میشود بعضیش همین مقصد از گذاشتن همیه این همین حدیث دلالتاً افاده می وقتی که با ذکر یک چوبی تر با ذکر یک نودهک خدای تعالی عذابی صاحب قبر سبک کنه قرآنی که همیشه بهار است وقتی قرآن تلاوت کرده و بخشیده میشود به شرط بریو باشه به یگان شک شبهه انشالله برای همون مرداره یا رحمت و راحت است این حدیثی صریح است حدیثی صحیح است صریح نیست اما دلالت به همین میکنه این چند صحبت بود در اطراف اون که همین زیارت در قبر مستحب است جای شک نیست الحمدلله در 4 مذهب اهل سنت و جماعت همین مستحب است ولی بعد دعوا میکنن و میگن امام اعظم ابو حنیفه خودش مکروه گفته است خودش گفته است که مکروه اصلا قول امام اعظم از ابو حنیفه از مذهب امام اعظم ابو حنیفه یک کمی فرق داره مذهب یعنی که همین ادله و احکام اصول پیشنهاد شده که موافق همین اصول کار بره یعنی فرمولایی که حضرت تیار کرده است که مقصد احکام چه استفاده بره دلیل چه بیاره هر کسی که از همین فرمولا استفاده میبره او پیروی مذهب حنفی است پیروی مذهب امام اعظم ابو حنیفه است اما حالت‌های شده است که قول امام اعظم ابو حنیفه با قول شاگردای خودش خلاف کردگی در همین مذهب حنفی فتوا با قول شاگرداش داده شدگی ولی در همین مختصر المیقویا بعضی جودا میاد و بهی یفتو ایشون قری بعضا شوخی میکنه یگون مسئله امتحانی دنیوی رم شود و میگه و بهی یفتو به همین فتوا داده میشود چرا عبیدالله ابن مسعود میگه پمیورا همون جو عادتا سخنی هست که خلاف قول امام اعظم ابو حنیفه فتوا داده شدگی اینا حضرت میگه که در سجده اگر همین بنید برسه امام اعظم ابو حنیفه همون سجده درست میشود اگر چند پیشانی نرسه
در صورتی که فتوایی که در مذهب است قول امامین میگن که اگر پیشانی نرسه سجده درست نمیشود. این را گفته است و میگه و بهی یفتو او شک نیاره اگر چند یعنی خلاف قول امام اعظم اینه که فتوا با همین قول حضرت گفتن شفق او وقتی نماز شام بعد غایب شدن شفق ای کو وقتی نماز خفتن همون شفق حضرت گفتن یا بیاضای یا سفیدی ای بعدش سرخی با سفیدی میشوه با قول امام اعظم ابو حنیفه بگیره مگر خفتن خیلی دیر میدروید اما امامین میگن که و هو الحمره همون شفق حمره ای بعد میگه و بهی یفتو به همین قول فتوا داده میشود یعنی این همین قول اگر چند قول امام اعظم نیسته نه که فتوا در مذهب امام اعظم به همین قول ای از جمله همین مسئله مکروه در سر قبر قرائت کردن همین جرم فتوا به قول امامین ای همچنین مجتهدای مذهب کلگیش اینا تعویل میکنن همین سخنی که گفته است که در سر قبر قرائت قرآن مکروه ای میگن که قرائت قرآن فقط در داخل نماز فرض ای در غیر نماز فرض نیست ای برای همین غرض از نماز گفتن حضرت قرآن گفتن حضرت قرائت داخل نماز ای یعنی در قبرستان خواندن نماز مکروه ای شکش هم نیست که در قبرستان خواندن نماز مکروه ای بعضیای دیگر گفتن که اینجا غرض از قرآن مصحف ای یعنی قرآن در دستت بگیری و قبرستان برای در قبرستان بشینی و قرآن بخونی یعنی کراهیت داره اینا که تعویل میکنن قولش اما این دلیل شده نمیتونه بهونه شده نمیتونه که حضرت امامی را معنی کرده است فلان بسم الله یا پای بیهوده ای همین خدا را شکر که یک مذهب پاکیزه و تازه و بسیار مهذب و زیبا و کامل داریم انشالله اگر همین چند به مذهب بزنیم هرگز گمراه نمیشویم خداوند با شنیده ها عمل کردن برای ما نصیب روزی